روزگاری در شاهنشاهی با شکوه نوران، نابغه پا به جهان گذاشت که سرنوشت همه چیز را دگرگون کرد. مردم اون را الگوی الهی نامیدند، انسان فراتر از زمان خود که دانش عظیم را در دل کتاب جاودان حک کرده بود. کتابی که هیچ آتش و آهن تاب نابود کردن آن را نداشت و در دل برگه هایش همه چیز از فنون رزمی و مهارت های مرگبار تا داروها، سموم و رازهای علوم نهفته بود. با مرگ الگوی الهی این گنجینه بی بدیل به دست پادشاه نوران افتاد. پادشاه با ورق زده همان صفحات دوران تازه‌ای را برای سرزمینش ساخت. نوران به چنان نیروی دست یافت که دو قدرت بزرگ آن زمان در برابرش زانو زدند که وقتی به امید بقا دست به دست یکدیگر دادند باز تاب مقاومت نداشتند. پس از سالها نبرد و اختلاف سه قدرت بزرگ ناچار زیر بیرق شاهنشاهی نوران گرد آمدند، اما هیچ تاج و تخت ابدی نیست. در دل تاریکی جاه طلبان سر برآوردند که در رویاهای شبانهشان تاج از جنس قدرت مطلق می درخشید. آنها در پی روی کتاب بودند تا حکومتی تازه از خاکستر نوران بسازند. پادشاه که دید آتش فتنه در حال شعله کشیدن است، کتاب را برگه کرد و هر برگه را در نقطه دور و ناشناخته از قاره پنهان نبود تا کسی نتواند دوباره به نیروی شکست ناپذیر بدل شود و شاید روزی فرزندان او بتوانند نوران را از نو بنا کند. اما تشنگان قدرت دست نکشید. شاهنشاهی نوران زیر خنجر توطئه از هم پاشید و جای آن را پادشاهی ها و امپراتوری های تازه گرفت. جنگ میان مدعیان هیچگاه خاموش نشد. سرزمین ها سقوط کردند و دوباره قد برافراشتند تا سرانجام تنها 8 حکومت بر جهان باقی ماند تا بر خاک و مردم فرمان می‌برانند. اکنون جهان پس از قرنها آشوب نفسی به آرامش کشیده است، اما پادشاهان و امپراتوران هنوز می‌دانند افسانه الگوی الهی حقیقت است پنهان در سایه ها. همه می‌دانند اگر کسی بتوان همه برگه های پراکنده را دوباره گرد آورند، شکوهی را در آغوش می‌کشد که روزگاری تنها شاهنشاهی نوران از آن بهره‌مند بود.